ممنون از بچه‌هایی که روز جمعه اومدن، دستگاه رو تست کردن و با هم دیگه یه تایم خوبی داشتیم. برای کسایی که نیومدین یه چند دقیقه براتون یه رپورت درست کردم، خالی از لطف نیست. تو ویدیوی بعدی هیدن تکنیکال رپ گریکو برای ما چند تا نکته رو در مورد دستگاه جدیدی که آورده بودن برای تست میگه بهمون. صدای خودش رو میذارم برای کسایی که دوست دارن صدای خودش رو گوش کنن و همینطور صدای موتور خیلی مشخصه که چقدر کمه. And the reason why is because we've got new motor technology. Yes. And traditionally that runs through a gearbox. You know, the motor will spin at 6,000 That's why it's RPM. very noisy. Yeah. So now these things run really quiet now. We don't have to run the motor so fast. Oh, look at that. Yeah. And because we're not running it fast, it doesn't, you know, it's less wear, everything lasts longer. Yep. And then we've got a new pump on there called the Endurance Vortex. Yes. And the piston actually rotates as it strokes, which means it's not wearing in the same screw. Those spirals, as the paint comes up through the middle of the piston, comes out here, and it forces it around and it turns. Oh, okay. Turns the piston. ویدیو کوتاه بعدی من دارم اسپری میکنم تو بک‌گراند. صدای موتور رو جلوی دوربین میبینید که چقدر صدا کمه. صدای اسپری خیلی بیشتر از صدای خود دستگاه میاد. ببینید. این گان 80 برابر از گانهای قبلی سریعتر قطع و وصل میکنه. تقریباً توف کردن به صفر میرسه. بیاس نماینده گریکو تو سایت بود که یه تست خیلی جالبی رو انجام داد. حدود 15-20 بار اسپری رو قطع و وصل کرد که در واقع یه نایتمریه که تو هر کسی که داره اسپری میکنه ممکنه باهاش مواجه بشه. وسط کار اسپری قطع و وصل بشه. اون موقع است که تقریبا نمیشه اون اتفاقی که افتاده و کار پترن که خراب شده نمیشه درستش کرد. اینجا بهمون نشون میده وقتی که 20 بار دستگاه رو قطع و وصل میکنه پترنی که روی دیوار میفته با یه اسپری روش همه از بین میره و محو میشه. So you wouldn't even know I just made that mistake, right? Exactly right. You could screw up a door a little bit and still fix it. You don't have to clean the whole door off. اینجا یه تستی انجام میدیم. این رنگ رو حدود 15 تا 20 بار روی یه سطح اسپری میکنیم. همونطور که میبینید اصلا رنگ دراپ نمیکنه بعد از 15 بار. That's 4, that's 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. That's enough. That's enough. How many times we did? What's that? Mrs. Brennan, that's a minus. That's screw up a whole can of paint. Oh, I know. If you did that with normal aqua enamel. یکی از دوستان پیشنهاد کرد که باید این رو روی در امتحان کنیم نه روی تیکه کاردبورد. کاملا درسته ولی رو در هم اگه اسپری کنین به این راحتی ها دراپ نمیکنه.